دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به دومین قسمت از تست تبلیغات سوشل میدیا. امروز نوبت یکی از کسایی است که در اینستاگرام زیاد فعالیت میکنن و موبایل فروشی دارن. اولی کلیپ اینجا میگذارم شما نگاه بکنید. پرو مکس رنگ سیلور، رنگ نارنجی به تعداد خیلی محدود موجود شد. کیف سرعت اینه، سرعت صفر فوق العاده بالا، LCD 3 گزینه، ورودی خروجی برنامه. خب بریم ببینیم که مثل تبلیغات خو هست همین قسم رو کار میکنه این موبایل یا نه. تا آخر ویدیو با ما باشین، قرار این موبایل بریم از اونها خریداری کنیم و تمامی جزئیات چک بکنیم که ارزش همون پولی که روی از این موبایل بدیم داره یا نه. سلام علیکم. خوب هستید؟ خیلی سلامت هستم. خوبه. ما قبل از اینکه ویدیو بگیریم رضایت از اونا گرفتیم و آمدیم که یک عدد آیفون 17 پرو مکس ها شما را شما خریداری کنیم. من کوپیه من درسته؟ بله کوپیه. آقای رحمانی عزیز سه رنگ مختلف داره، رنگ سیلور و نارنجی و آبی. رنگ سرمه که میگم بله. کدوم رنگ بیشتر فروش داره؟ بیشتر رنگ فروش که داره رنگ سفید یا نه هم سیلور یا خرام بیشتر دوست دارم. و رنگ نارنجی هم رنگ اصلی، رنگ سال. رنگ سال. همین رنگ نارنجی رو ببریم بهتره نه؟ آره رنگ نارنجی رو ببریم. درسته، همین رنگ نارنجی برای ما فاکتور کنیم. دیگه ای که خالد جان ما اینا رو میبریم، این موبایل کلا تست میکنیم، از یک تا 10 به این نمره میدیم که ارزش خرید داره یا نه. ان شاء الله که ناراحت نشید. و خودی همون چیزی که هست بگیم، نه که به خاطر ما انفارمانی، همون چیزی که هستی ان شاء الله مقایسه کنیم و چک کنیم بگیم. ان شاء الله. این چند حساب میکنه برای ما؟ این برای شما ما کلا قیمت مشونی میذاره برای شما و برای کسانی که از طریق این ویدیو میه یعنی 6000 افغانی حساب میکنه 500 دفعه تخفیف خاطر شما. درسته فاکتور کنیم. یک دونه ایرپادز پورا با خرید هر موبایل از طرف ما هدیه. این به خاطر ما دادیم. این کلا هدیه هست. 500 افغانی فقط داده شما بده. هر کسی که از همین خرید بکنه یک دونه جایزه هم. بله ولی 500 افغانی فقط به خاطر شما تخفیف میدیم چند روز. دست شما درد. خب دوستا بریم که این 0 تا 100 تست کنیم، بزنیم زمین بشکنیم ببینیم که مقاومت داره یا نه. خب دوستان حالا آمدیم که این تست کنیم. از اول شروع میکنیم این آنباکس بکنیم یک بار. به به چقدر مزه میده. اگه این واقعی بودی چی میشد؟ به 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 چک بسته‌بندی لوکسی هم داره. از لحاظ ظاهری که بیخی خوبه، روشن شد. خب ببینیم داخل کارتون خود داخل جعبه خود چی داره. یک کابل داره، کابل شارژ و یک دونه هم سوزن برای سیم کارت و میموری. اینجا آورده که کشور خور انتخاب کنیم، زبان انتخاب میکنیم. رو چرا انگلیسی نذاره؟ انگلیش یونایتد استیتس. یعنی کاملا با اصلی فرقی نمیکنه. میگه اول اپل ایدی وارد کن بعد سیستم تو فعال میکنیم. خب حالا میگه که دارک و لایت اینم تایید میکنیم. تمام. تا صفر نمایش خور بالا بیاره. یه از صفحه تاچ یا نه؟ باشه بیارم نزدیک. خب تا اینجا قسمه که خود شما دیدین کیفیتی و فوق العاده بود از هر لحاظ، هم دوربین هم سرعت تچ. تا اینجا که کاملا عالی بود. صفحه و 3 گزینه‌ای LCD. خب اپلیکیشن اینستاگرام یک بار نصب کنیم، سرعت و کیفیت برای ویدیو دیدن رو یک بار نگاه کنیم. سرعت اینترنتی هم کاملا خوبه. خب و یک دفعه بدنی ازش چک بکنی که بدنی واقعا آلومینیوم هسته یا نه. این کارت این هم بدنی روش نزدیک بیارم. خب بدنی هم همین قسم که میبینیم کاملا آلومینیومه.
خب دوستا به خاطر از اینکه درستتر معلوم بشه و درستتر تشخیص بدیم یک آیفون فیک دیگه هم گرفتیم و این همین موبایلی که جلوتر گرفتیم و این هم از قبل گرفته بودیم. حالا نگاه میکنیم که فیک های بقیه با این فیک ها چه تفاوتی داره. اول که صفحه روشن میکنیم مثلا رمز شیائومی داره مثل رمز گوشی سامسونگ، ولی این زمانی که باز میکنیم کلا رمز نمیخواد. خب این خود رمز ننداخته بودم حقیقتا، ولی اصلا به دو صفحه هم دو تپ روشن نمیشه. وقتی که روی از این دو دفعه بزنی روشن میشه، روی از این روشن نمیشه. خب بعد از این نوبت تست دوربینه نه. خب رمز وا کنم. خب زمانی که اینجا در کنار خود هر دو تا یک دکمه دارن برای باز کردن دوربین. این دکمه کم طبیعی تره ولی کاملا واضحه دیگه. روی از این هم که بزنی دوربین باز میکنه، روی از این هم که بزنی دوربین باز میکنه. خب کیفیت تصویر این کیفیت تصویر هر دو تانه و کیفیت تصویر خب به کنار کاملا مثل آیفون ساخته شده ای و این کاملا یک حالت دیگه داره. چی حالت داره؟ S5 سامسونگ. صدا اینجا دکمه رو کار میکنه. اولی فیک دومه که بیخی فیکه یک دفعه تست کنیم اصلا کار نمیکنه، اصلا کلا کار میده داخلی رو فیلتر و نور و تنظیم رنگ و همه چیزی رو این دومی کار میده. مثلا روی اگر فشارم بدی ضبط میکنه، یه هم صدای نه. صدای خاموش روشن شدن هر دو تا ای باز بیتره. پس بزی ای باز هم یک نمره میدی. خب باز هم چیزی که مهم نیست. 6000 پول دادیم ما که همون آیفون بر تو کامل واقعی بدن. دومی بریم داخل تنظیمات رو چک بکنیم که تنظیمات اینا چی رقم هسته. این تنظیمات ای هم تنظیمات ای گوشی. من هرچی سعی کردم که از این اسکرین ریکورد بگیرم ولی پیدا کردن نتونستم چون صفحه ای رقمه کلا. مثلا شما باز صفحه ای نگاه بکنین LCD سه گزینه ای هم قسم که گفتن اسکرین ریکورد هم داره، وای فای هم داره، همه چیز داره، ولی این هیچی نداره. این هیچی نداره کلا. فقط همون وای فای و بلوتوث و حالت هواپیما و ولیوم صدا و نور داره. اسکرین ریکورد بعضی چیزا نداره. کلا فرق میکنه سیستم با آیفون. حافظه از اینا چقدره؟ خب این که میبینیم این فیکی که ما گرفتیم قبلا که مت خود فیک اصلیه که داد میزنه 1 ترابایت حافظه داره. نگاه بکنین 1 ترابایت حافظه. این که هست داخل از این دانلود هم کردیم، همه چیز هم انداختیم دیگه. چی بگم ویدیو هم داخل انداختیم. 512 جی بی زده میگه 419 جی بی دیگه در دسترس هسته. داینامیک هایلند از این دوتا چک کنیم یک بار. این که هست مثلا دمی که روی ضربه بزنی کلون خورد میشه، اما واکنش نشون میده دیگه. ولی این که میزنی هر چی میزنی باور کن تکون نمیخواد. خب حال رسید نوبت اسکرین ریکورد نه وایس ریکوردر. حال رسید نوبت وایس ریکوردر از این. خب اینم باز کنیم، اینم باز کنیم. همین قسمی که میبینین این بروزتر نسبت به این کلا سیستم قدیمی تره داره. بزنیم ضبط کیفیت صدا از این هم چک کنیم. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنیم. این فلشک هست زمانی که گپ میزنیم بالا پایین میشه، فقط همو لاین هایی که کمی بالا پایین میاد. باز این سیو میاره که سیو کنی اتومات سیو میکنه. خب اینجا لیست داره. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنیم. این فلشک هست زمانی که گپ میزنیم بالا پایین میشه، فقط همو لاین هایی که کمی بالا پایین میاد. فقط رادیو گوش میکنی با این. خب این چی رقمه؟ کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنیم. این فلشک هست زمانی که گپ میزنیم بالا پایین میشه، فقط همو لاین هایی که کمی بالا پایین. چندان فرق با هم نداره ولی یک او شیشته تر از اینه از حساب سیستم اینا میگم، ولی کیفیت اینا اونقدر چندان فرقی نداره. خب از این دوتا اصلا این دیگه نیازی نیه که تست کنیم، این کلا ارزش نداره که تست کنیم، میزنیم خب حالا بیام داخل از این اینستاگرام رو تازه نصب کردیم، اکانت خود داخل ای باز میکنم ببینیم کیفیت و سرعت ویدیوها و همه چیز اینجا تست میکنیم.
خب من اول بزنم. نه چی میگی؟ سویچ تو اینستاگرام لایت. اینستاگرام واقعی داخل نصب نمیشه. میگه اینستاگرام لایت مگر نصب کنی. گوگل پلی داره. داخل گوگل پلی باید بری اکانت خود باز کنی. اینستاگرام اصلی رو نمیکنه. آدم حوصله مند بشی تا یک گوشیر بستونی و یک عالمه جنجال داره. خیر فیسبوک خورواک میکنی. اینستاگرام که نشد باز کنم. البته فیسبوک هم نشد. باید آپدیت کنی. اپلیکیشن ها بود که داخل خودی بود دیگه. یوتیوب میریم زرخو میزنیم. یوتیوب کجا رفت؟ یوتیوب باز میکنی میره و داخل گوگل میره. اینجا باید میذاره. فارسی نمیشه. کلن باش فارسی ببینم داره یا نه. فارسی داره نه این پرسیان رو میزنم اصلا قبول نمیکنه. این باید غیر فعال میکردیم سیستم لنگویج از مگر غیر فعال میبود. اون مگر غیر فعال کنی تا اینا فعال شه. انا لک فعال شد. فارسی فعال کردم داخلی و رحمت انیم رحمانی کجا میری اوی مردم. خب یوتیوب داخل باز کردیم. نام خور سرچ کردم کلا ویدیو هم بر بالا آورد داخلی ها. داخل کانال خو میشیم. شما هم 2 ساعت داخل همی کانال که ویدیو خو ما همیشه مثلا میگذاریم. صدای یک بار تست کنیم. کمک کنده هست به حساب یوتیوب. البته کمی صدای رو تست کنیم. میتونید بالا کنید. نام شما؟ اصل خانم چند ساله؟ 8 ساله. 8 ساله. یک سوال پرسان میکنم اگر جواب بدی یک جایزه بهتون میدم. خوبه؟ صدای واقعا فوق العاده. همین صدایی که پخش میکنه خب صدای اسپیکر قوی داره. اسپیکر لوکسی داره. خب از صدا خواهم که خوب رد شد. واقعا صدا لوکسی داره. صدا خوبی داره. من خوش کردم خدایی. اینستاگرام لایت نگفت. گفته که مثلا باید همون دیتا خود میگه دانلود کنی و وقتی که من روی از این میزنم میره به داخل گوگل میره که اونا رو دانلود کنه. خب فعلا چون ویدیو طولانی نشه و کار اصلا انجام نمیدیم. و یک خوبیت دیگه ای داره که هم گوگل پلی داره داخل خو و هم اپ استور داره که اگه چیزایی که داخل اپ استور نداشته باشه داخل گوگل پلی دانلود میکنی. یعنی قابلیت به خود آیفون هم قفله. داخل یوتیوب بریم همین شورت ویدیو خورد رد کنیم چند تایی سعی کنیم سرعت خوبه یا نیه. مثلا چه صدا نداره. ببینید این کارگر اتفاق خب همین قسم که دیدیم کلا سرعت یا به ویدیو نگاه کردن هم خیلی خوبه. یعنی اسکرول میکنی کدوم لگی نداره که چیز باشه. البته اگه لگ کنه مشکل از وای فای و اینترنت خود شمانه. و این یوتیوب هم باید دانلود کنی مثلا حالا که میره داخل مو خود گوگل باز میکنه یوتیوب خود گوگل که رقم گوشی هم باشه باز کنی یک اندازه که لگ داره. ولی اینا کلا خوب بود. ولی فکر نکنم که 512 جی بی کامل باشه. اگر شما دارین استفاده کردین حتما داخل کامنت ها بگین. با حال نوبت فیس آیدیه. فیس آیدی ببینیم کار میکنه یا نه. خب اینجا میایم داخل فیس آیدی و پسکود آیفون آنلاک. اینجا میگه باید فیس آیدی جلوی باشه. تمام شد. مرم زیرم کلا 0 میگذارم. با فیس آیدی ببینیم لک داره مشکل داره نداره. خب بیرون شیم خاموش کنیم. خب شناسایی نکرد. دوباره بازم نکرد. واش شد. بودن که واشه نمیگه کلا. نگاه مثلا کنسل اگه بزنی مثلا کنسل هم بزنی نمیره. واش شد. باز میشه ولی اندازه که لک داره. یعنی لحظه که باز بشه همین قفلی که اینجا هسته همون قفلک باز میشه. خب دیگه فعلا مثل که زاویه خوب نبوده چهره رو درست تشخیص نداده. کلا حال من نمیشناسم میگه تو کینی. خب فیس آیدی یک کمک مثل که مشکل که نه دیگه کمک لک داره. خب این دوربین پشته. این هم دوربین جلوه. این دوربین جلوه هم دوربین پشته. می قسم که کیفیت های رم خود شما دیدیم.
فیلم برداری و ای هم زومه نخون که هم از اینجا میشه زوم کنی یعنی کلا روی دکمه بکشی زوم میکنه 10x 15x 25x 40x تا 40x زوم میکنه. خب دوستا تشکر از اینکه تا آخر از این ویدیو با ما همراه بودین و من تمام مثلا گوشی که چک کردم از لحاظ سرعت از 1 تا 10 کلا اینا رو جمع بندی میکنم، در آخر میگم که از 1 تا 10 چی نمره و کلا 1 تا 10 هم نه آیا ارزش داره که شما 6000 افغانی پول خور مثلا بالای این موبایل بدین یا نه. از لحاظ کیفیت اگر بگم کیفیت خوبی داره اما واقعا ارزونه. از لحاظ دوربینی و سیستم دوربین و خلاصه از این چی میگن امی که زوم میکنه می دکمه کنار یا از این یک برد داره و دوم از حافظه خود حافظه زیاده داره، برد دوم از اینه. خب از لحاظ فیس آیدی هم که مک دیر شناسایی داد پس ما او اصلا کامل نمیگیریم، فکر بگیریم که مک ضعیف باشه از لحاظ فیس آیدی، اگر نه خب بود یک بار دو بار تشخیص بده دیگه بعد از عمر کلا نشناخت. 3 نمره دیگه. چهارمی بر شما بگم از این دکمه های کناری کلا کار میده، هیچ کدام مشکل نداره. مثلا امو داینامیک آیلندی هم واقعی کار میده و تاچ و اسکرین و کلا شبیه سازی آیفونه دیگه، صدای و کلا شبیه سازی آیفونه دیگه. چی خلاصه بگم برای شما و دیگه که داخل یوتیوب رفتیم همون قسم که دیدین سرعت ویدیو نگاه کردن اگر چند از داخل گوگل پلی شده بود، داخل گوگل پلی شده بود بازم سرعت اینا خیلی خوب بود. اینجا نمره 4 میدیم دیگه. از لحاظ کیفیت صدا هم خوب بود، نمره 5 میدیم دیگه. از لحاظ شارژ گرفتنم که شارژ خورمه باره تقریبا 2 روز ما معطل شدیم تا این ویدیو ضبط کنیم که همه چیز رو چک کنیم. از لحاظ شارژ هم خیلی خوب بود، دقیقاً به 2 روز از 60% آمد به 1%. از ای هم 7 میدیم و دیگه ای که از حساب بدنی رو برای شما بگم. از بدنی رو ما همون قسمی که به اول ویدیو دیدین ما با کار دین کشیدیم، بدنی هم کاملا آلومینیومه. من تست کردم نگاه کردم نسبت به گوشی ها دیگه نیه، گوشی ها دیگه کلا گوشی ها دیگه نه، البته مینا که از سر از اینا ساختن و فیکر ساختن کلا مثل که علوی باشه، البته چیزی هم پایین تر. و قسمی که به اول ویدیو دیدین ما این قسمت از این موبایل با کارت خراش دادیم که ببینیم آیا واقعا هسته یا نه، ولی دیدیم که نه، خوشبختانه آلومینیومه و این خطای هم که در کنار میبینین کلا واقعیه، همین خطای کلا جدا شده. چی میگن دیگه، هر چیز دیگه که میگن. ولی اون موبایل دیگه که هم جلوتر انداختم رو منفجر کردیم او که کلا چاپ شدگیه بروی. پس از این هم یک نمره دیگه هم ریاضی میدیم 8 بوده اگه. از حساب صفحه هم کاملا صفحه لوکسی داره، یعنی دمی که دست خوری میزنی مزه میده، البته نه مثل که واقعی دیگه ولی بازم خوبه. و ها لحظه‌ای که شارژ میشه مثل گوشی ها شیائومیه، یعنی صدای و همون لحظه‌ای که شارژ میشه مثل گوشی شیائومی همون بالا صفحه ها. دیگه همین قسم که تیمی میبینیم تیم کاملا قشنگی داره، سرعت هم خیلی زیبایه و 6000 افغانی به ای واقعا خوبه نسبت به یکا دیگه، واقعا خوبه. 6000 افغانی به ای میارزه. اگر من دیگه گوشی نمیدیشتم حتما از این استفاده نمیکردم. این موبایل هم از کسی میشه که بیشترین کامنت در ویدیوی ما بگذاره، البته در کانال یوتیوب نه در اینستاگرام و فیسبوک. بدرود.